به نام خدا و با عرض سلام. امروز قصد دارم 10 تا از آیه های علمی قرآن را برایتان معرفی نمایم تا بیشتر با کتاب آسمانی آشنا شوید. امید است که بپسندید و از آن لذت ببرید. 10مین آیه علمی قرآن در مورد جاذبه زمین است. امروزه ما فکر میکنیم که قانون جاذبه را آیزاک نیوتن کشف کرده، در حالی که 1000 سال قبل از نیوتن خداوند در قرآن درباره جاذبه زمین صحبت کرده است. آیه 25 سوره مرسلات: زمین را جذب کننده آفریدیم. 9مین آیه درباره حرکت انتقالی زمین است. حرکت انتقالی حرکتی است که زمین به دور آفتاب میچرخد. خداوند در مورد حرکت زمین 1000 سال قبل از این که گالیله در این مورد نظریه‌ای دهد صحبت نموده است. آیه 88 سوره نمل: به کوه‌ها نگاه میکنی، خیال میکنی که در یک جا ایستاده اند، در حالی که مانند ابرها در حرکتند. 8مین آیه در مورد گستردگی و انبساط جهان هستی است. در سال 1930 ادوین هابل، یک اخترشناس امریکایی، کشف کرد که بجز از کهکشان راه شیری، کهکشان دیگری هم وجود دارد و در حال بزرگ شدن و انبساط می باشد. اما جالب است که همین مسئله را 1000 سال قبل از تولد ادوین هابل خداوند در قرآن ذکر کرده است. آیه 47 سوره ذاریات: آسمان را به قدرت خود آفریدیم و هر لحظه آن را گسترش می دهیم. 7مین آیه علمی در مورد حرکت ستارگان است. تا همین چند صد سال قبل همه دانشمندان و نظریه پردازان غربی فکر می کردند که ستارگان ساکن و بی حرکتند، در حالی که 1400 سال قبل خداوند در مورد حرکت ستارگان صحبت کرده است. آیه 33 سوره انبیا: و اوست خدایی که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید که هر یکی در مداری شناور است. 6مین آیه علمی قرآن در مورد حرکت خورشید است. ابتدا دانشمندان میپنداشتند که زمین مرکز جهان است. بعدها گفتند نه، خورشید مرکز جهان است و زمین به دور آن میچرخد، تا اینکه متوجه شدند که خورشید قسمت کوچکی از کهکشان راه شیری است و خورشید هم ثابت نیست بلکه دائما در حرکت میباشد. جالب است که خداوند این نظریه را 1000 سال قبل از این دانشمندان در قرآن ذکر کرده است. در آیه 38 سوره یاسین می‌فرماید: و خورشید همواره به سوی قرارگاهش در حرکت است. 5مین آیه علمی قرآن در مورد تسخیر فضا می باشد. 14 قرن پیش از این که یوری گاگارین هوس سفر فضایی کند، خداوند در قرآن در مورد سفر فضایی بحث کرده و نوید موفقیت داده است. آیه 33 سوره الرحمن: ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی فوق العاده. 4مین آیه علمی قرآن در مورد موجودات فضایی است. مدت هاست که دانشمندان در جستجوی موجودات فضایی اند، اما تا به حال سرنخی به دست نیاوردند. اما اگر روزی موفق شدند، بدانند که خداوند 15 قرن پیش در مورد این موجودات سخن گفته است. آیه 29 سوره شورا: از نشانه های قدرت خدا آفرینش آسمان ها و زمین و پراکندن جنبنده در آن دو می باشد. 3مین آیه علمی قرآن در مورد همبستگی آسمان و زمین است. بر اساس نظریه مهبانگ یا بیگ بنگ، جهان هستی در ابتدا به صورت کتله متراکم قرار داشته که به مرور زمان منبسط گردیده و در حال گسترش است. خداوند در این مورد در قرآن صحبت کرده است. آیه 30 سوره انبیا: آسمان و زمین قبلا به هم متصل بودند و ما آنها را از همدیگر جدا کردیم. 2مین آیه علمی قرآن برخورد الکتریکی ابرهاست. بنجامین فرانکلین، دانشمند امریکایی، ثابت کرد که ابرها دارای بار الکتریکی هستند، طوری که مثبت و منفی همدیگر را جذب می کنند. ابرهایی که دارای عین بار الکتریکی باشند همدیگر را دفع می کنند و از هم دور می شوند. خداوند در این مورد در آیه 43 سوره نور می فرماید: آیا نمی بینی خداوند ابرها را به آسانی حرکت می دهد، بعد آنها را به هم ترکیب می نماید، سپس بر روی هم انباشته می کند، آنگاه باران را از لابلای آنها خارج می سازد.
در شماره اول می توان از آیه یاد کرد که درباره جفت گیاهان صحبت شده است. در اواسط قرن 18 میلادی یک گیاهشناس سویدنی کشف کرد که در گیاهان نیز نر و ماده وجود دارد. اما این موضوع کلیساها را خشمگین ساخت و کتاب‌های این دانشمند را گمراه کننده معرفی کردند. خداوند 15 قرن پیش در قرآن در بیشتر از 10 آیه در مورد جنسیت گیاهان تذکر داده است. مثلا در آیه 7 سوره شعرا: و از آسمان آبی فرو فرستادیم و به وسیله آن جفتهایی از گیاهان گوناگون رویانیدیم. شاد، کامگار و پیروز باشید. خدا نگهدارتان.